تابستون سال 1969 بود. یه زوج جوون شب کنار دریاچه توی ماشین نشسته بودن. چند دقیقه بعد صدای شلیک گلوله کل منطقه رو پر کرد. پلیس که رسید فقط بدن زخمی 2 نفر رو پیدا کرد. هیچ سرنخی از قاتل نبود. چند روز بعد یه نامه رسید به دفتر روزنامه سان فرانسیسکو با امضای عجیب، یه دایره با یه صلیب توش. نویسنده خودش رو زودیاک معرفی کرده بود. تو نامه نوشته بود: من لذت میبرم وقتی مردم رو میکشم، چون در دنیای بد بردهام میشن. اون فقط یه قاتل نبود، یه بازیگر بزرگ بود که داشت با همه بازی میکرد. بعد از هر قتل برای پلیس یا رسانه ها نامه میفرستاد، پر از کد و علامت و رمز. میگفت اگه اینو حل کنین اسم منو میفهمین. FBI، رمزنگارها، حتی مردم عادی شب و روز تلاش میکردن تا کدهاش رو بشکنن. بعضیها واقعا تونستن بخشی از رمزها رو بخونن، ولی هیچ کس نتونست بفهم زودیاک واقعا کیه. فقط یه چیز معلوم بود: اون از توجه مردم لذت میبرد. هرچی ترس بیشتر میشد اون خوشحال تر میشد. حداقل 5 قتلش ثابت شد، ولی خودش تو یکی از نامه ها نوشت: من 37 نفر رو کشتم و تازه شروع شده. مظنون اصلی مردی بود به اسم آرتور لی آلن. شواهد زیادی بهش میخورد، از جمله 1 ساعت مچی با لوگوی زودیاک، ولی هیچ مدرک قطعی وجود نداشت. آزمایش DNA هم نتیجه نداد و زودیاک مثل سایه ناپدید شد. تا امروز بعد از بیش از 50 سال هنوز پرونده زودیاک بازه. هنوز نامه‌هاش توی موزه ها و آرشیوهای پلیس نگهداری میشن و هر چند وقت یه بار یه نفر ادعا میکنه که رمز نهایی رو شکسته. شاید هیچ وقت نفهمیم که اون کی بوده، ولی یه چیز قطعیه: اون فقط یک قاتل نبود. زودیاک تبدیل شد به یه افسانه واقعی از ترس و هوش تاریک انسان و شاید هنوز داره ما رو تماشا میکنه. حتما نظرت رو تو کامنت ها بنویس و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.